مشاوره پرونده های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان با حکم خود از 22 نوامبر سال 2022 ساکن روغون اصلدین علیوروف را با جرم کشتار بیرحمانه همسرش سید ودیلافروز به 19 سال و 4 ماه زندان محکوم کرده است. خود علیوروف یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان با نشر یک اطلاع ویژه در شرح این پرونده گفت به این جنایت مخصوصا وزنین دست زدن علیوروف در وقت تفتیشات پیشکی و بررسی دادگاهی اثبات شد. بنا به فرضیه تفتیشات، علیوروف اصلدین انبیایوویچ با همسرش سید ودیلافروز منتظم مناقشه میکرد و مناسبت‌های اویلویشان ویران گردیده. او همسرش را چند مرتبه مورد لطکوب قرار داده نقشه قصداً از حیات محروم ساختن او را تحریزی نموده است. با همین نیت علیوروف صبح 20 ایول سال 2022 با خود یک کارت گرفته به سراغ شهر روغون کوچه نورکیون بنوی 22 که همسرش در آنجا موقتا همراه مادرش سید و خیر نیسا زندگانی میکرد آمده. ساعت 8 علیوروف در راه سید ودیلافروز را با مادرش دنبالگیری نموده با مقصد به قتل رسانیدن با کارت قبلا آماده کردهش با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتا مهم بدن همسرش در حضور مادر او 12 مرتبه زده است. بر اثر این جراحت‌های برداشتش سید و بلاکت رسیده است. علیوروف بعد به قتل رسانیدن سید ودیلافروز با نیت از جوابگری جنایتی و جزا دور ماندن با کارت خواجگیداری با خود آوردهش یک چند مرتبه به قسمت گردن خود زده است که در نتیجه او نیز جراحت جسمانی برداشته برای طبابت در بیمارخانه شهر روغون بستری کرده شده است، ولی طبیبان او را از مرگ نجات دادند. با حکم سود عالی جمهوری تاجیکستان از 22 نوامبر سال 2022 سودشونده علیوروف اصلدین انبیایوویچ بر اساس ماده 104 قسم دوم بند ای کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی آدم کشی با بیرحمی مخصوص گناهکار دانسته شده با دسترسی طلبات ماده 68 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان برای پاره ضمن نمودن جزاهای تعیین شده از روی مجموع حکم‌ها جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 19 سال و 4 ماه با ادای جزا در زندان نظامش سخت تعیین کرده شد.